خب دکتر جان خوش اومدی. مرسی، متشکرم. مدت‌ها بود که خدمتت نبودیم، خوشحالم خدمتتون کردیم. هستم، خواهش می‌کنم. خوشحالم. خیلی ممنون. همیشه رو براست کاروبار متشکرم. استانبول که دیگه کاملا دیگه مشروع شده، خوشبختانه کاراتون هم که تعریفشو میشنویم. خواهش می‌کنم، لطف دارید، در خدمتتون هستم. حالا که امروز تشریف آوردید اینجا، منم یه فکری به نظرم رسید. این آسیستان منو چطوری میتونیم براش یک چیزی که خوب درست بکنیم؟ این چون که از لحاظ غذایی یه مقدار مشکل داره، زیاد تغذیه میکنه. من به چند دفعه تذکر دادم، ولی خب شاید بتونیم یه جعبه اصلی براش انجام بدیم. نظر شما چیه راجع به این مسئله؟ ببینید، برای اینکه ببینیم چه مریضی جنبه اسپید میخواد یا اینکه لایپوساکشن میخواد، یک کرایتریا، یه لیمیت هایی وجود داره. مثلا ما چاقی رو تقسیم بندی، هر کسی رو وزنش رو تقسیم بره قدش به توان 2 یه عددی به دست میاد به نام BMI. این BMI زیر 25 نرماله، یعنی هر کسی زیر 25 باشه نرمال. 25 تا 30 این عدد اگر باشه چاقی خفیف داره، اگر که 30 تا 35 باشه چاقی متوسط داره، 35 تا 40 چاقی شدید و 40 به بالا چاقی مفرط میشه. تمام افرادی که بالای 40 باشن باید اسلیپ بشن. کسایی که 35 تا 40 هستن به شرطی که متابولیک دیزوردر داشته باشه، شامل دیابت هستش، تانسیون هستش، تریگلیسیرید، کلسترول بالا و فشار خون هست. اینا اندیکاسیون همه. و سی به بالا فقط در مواردی هستش که دیابتی هستش که واقعا با دارو کنترل نمیشه و این اجبار رو داریم که جرعه اسلیپ، ولی بقیه از این سودی نمیبرن. خب ما اینجا میایم یه سری بهشون دایت رژیم میدیم، ورزش میدیم، اما برای لایپوساکشن کسایی که چربیای موضعی دارن در ناحیه شکم. خب معذرت می‌خوام، قبل از اینکه بره تو مسئله لایپوساکشن، این کسایی که بادی ماس ایندکسشون یعنی بی ام آیشون بالا نیست و خیلی هوس دارن که عمل استیو انجام بدن، اگر این عمل استیو براشون انجام بشه چه مشکلی براشون پیش بیاد که میگین که انجام ندیم براشون؟ ببینید، اولا که عود اینا خیلی بالاست، عوارض خیلی زیاد داره. یعنی چی؟ به خاطر اینکه وقتی معده رو میدوزن و معده رو در اصطلاح ارزم بهتون شما که 2/3 رو برداشت میکنن، احتمال لیک آناستوموس خیلی تو اینا بالاتر هستش و بعد از اون بزرگ شدن خود معده هم. لیک آناستوموس یعنی محلی رو که دوخت دادی ممکنه که باز بشه و از اونجا یه مقدار مواد خارج بشه که خب این باعث میشه که یک وضعیت خیلی آکوتی تو بدن به وجود بیاد و خیلی خطرناکه، تا مرگ هم میتونه آدمو پیش ببره. و در ضمن برای اینا اصلا توصیه نمیشه، به خاطر اینی که خیلی موثر هم نیستش. یعنی مریض میخواد 5 کیلو، 6 کیلو، 10 کیلو کم کنه، براشون واقعا به جز عوارضی داره اینقدر هم موثر نیست. صورتشو چه بشه؟ و چیزی هم که برای اینو میشه اینه که پوست صورت، پوست بازوها، پاها، برست افتادگی پیدا میکنه و واقعا یه طوری میشه که حالت مریضی بده. حالت دقیقاً مریضی به جز ویتامین کاهش کمبود ویتامین هایی که پیدا میکنن باعث میشه که واقعا چهره خیلی پیرتر بشه. به خاطر همین تو اینا اندیکاسیون نداره. و برای لایپوساکشن همونطوری که خدمتتون گفتم، چاقیه موضعی، مثلا کسی خارج رونش، داخل رونش، پهلوهاش، شکمش یه چربیایی داره که این چربی‌ها رو میخواد به صورت موضعی برداشت کنه، لایپوساکشن حالا یا روش‌های مختلف، ویزر، لیزر یا لیپوماتیک براشون قابل انجام هستش و خیلی هم موثر و مفید هستش. ولی در ضمن بعد از این عمل حتما باید رژیم و ورزش مناسب رو داشته باشن. من همیشه یه مثال میزنم، میگم جنیفر لوپز هم عمل کرده ولی بعدش رعایت میکنه چه رژیمش رو چه ورزش رو. به خاطر همینه که میتونه خودش رو هم سالم نگه داره هم خوش‌اندام، چون برای ما هم سلامت مهمه هم اندام مهمه. تو به نظر شما مریضایی رو که لایپوساکشن انجام میدیم براشون، میتونیم یه مریضی رو که مثلا 100 کیلو وزن داره
یهو تبدیلش بکنیم به انسانی که مثلا 60 کیلو 65 کیلو 60 کیلو، این خطر داره به نظر شما؟ این حجم مایعی که از بدن و یا این حجم چربی که از بدن کشیده میشه باعث میشه که متابولیسم بدن یهو این ور اون ور بشه، همودینامیک یهو این ور اون ور، یعنی سیستم آب و خونسازی بدن یهو به هم می‌خوره. بله دقیقا. ما بیشتر از 6 حد اکثر 8 لیتر در بعضی مواقع نمیتونیم چربی برداریم، اونم حتما داخل بیمارستان، یعنی کلینیک به هیچ وجه. یعنی ماکسیموم 6، در بعضی موارد بعضی کتاب ها می نویسن تا 8 امکان نداره. به خاطر همین لایپوساکشن اصلا مورد مناسبی برای کاهش وزن نیستش، فقط برای جراحی که موضعی هستش میخواد. چرا؟ اگر ما بیشتر از 8 لیتر برداریم، عوارض تو هر لیتر 2 برابر میشه، یعنی اختلالات آب و الکترولیت، خونریزی ها، اون تعادل سلولای خونی به هم میخوره، امکان داره که خونریزی خیلی بیشتر بشه، ورم هایی که بعدم میده، سروما یا تجمع مایع زیر پوست خیلی بیشتر میشه و حتی عوارضی مثل مرگ و میر داره. به خاطر همین هیچ موقع توصیه نمیشه که بیشتر از این برداشت. میتونیم بگیم که پس، البته اگه درست نباشه شما لطفا اصلاح بکنید، میتونیم بگیم که پس لیپوساکشن برای کم کردن وزن نیست، برای درست کردن کنتور بدن. یعنی اول باید با ورزش و تغذیه و دایت بتونیم وزنمون رو بیاریم پایین، بعد اون جایی رو که واقعا اضافی داره و نمیتونیم همین درستش بکنیم، اینا رو با لیپوساکشن جمع جورش بکنیم. دقیقاً هم یعنی حتما کسایی که وزن بالایی دارن یا بی ام آی بالایی دارن باید با کاهش وزن به صورت رژیم و ورزش وزنشون رو بیارن پایین، بعد این چربی‌های موضعی رو بردار. حالا این چربی موضعی دو نوع، بعضی اوقات هستش که پوست شل میشه و مجبوریم قسمتی از پوست رو ببریم. حالا این پوست میتونه بازو باشه، ران باشه، شکم باشه، یا در مواردی که پهلو باشه، پشت باشه، هر کدوم از اینا ممکنه وجود داشته باشه. توی سیاس هم میتونیم لوکیشن های مختلف بدن رو همزمان لیپوساکشن انجام میدیم، درست دیگه؟ بله، پشت و پهلو و شکم و با هم مثلا انجام داد یه مقدار، البته در حجم‌های پایین. نه بله در حجم‌های پایین همونطور که گفتم میشه حتی شکم، پشت، پهلو، رون و بازو رو تو هر یک مرحله انجام داد، به شرطی که ما اون 6 لیتر یا 8 لیتر رو رعایت کنیم و بیشتر از این برداشت نشه. به خاطر همین کسی که مثلا 90 کیلو یا 100 کیلو هست اصلا کیس مناسبی برای عمل جراحی برای کاهش وزن نیستش. اینا باید حتما وزن کم کنن، رژیم داشته باشن و چربی‌های موضعیشون رو بیان برای برداشت. واقعا خیلی اطلاعات به اصطلاح عالی دارین و خیلی سلکتی شده. من فکر می‌کنم کسایی که اگه ما این ویدیو رو بذاریم یوتیوب، کسایی که این ویدیو تماشا بکنن خیلی راحت بتونن تصمیم گیری بکنن که چی کار باید برای بدنشون انجام بدن. خیلی ممنون و متشکرم از شما. خوشحال می‌کردین این ویدیو هم فکر کنم که برای تمام کسایی که نیاز به کاهش وزن دارن مفید واقع بشه. متشکرم. مرسی از شما.